ساف کورس بچه خوش اومدیم به این ویدیو. امروز من با یه ویدیو خیلی خفن با یه مد ماینکرافتی دیگه پیشتون. حالا میگه این مد چیه؟ مد گاف صندوق توی ماینکرافت، گاف صندوق. و حالا این مد از کجا میخوام به دست بیارین؟ در ادامه که مثلا فیلمشو براتون میذارم و اگر هم میخواد بدونین که این مد دانلود کنین میتونین از طریق لینک که داره اینجا میاد و توی کپشن من توی نظرتون براتون نوشتم، میتونید اونجا برین این مد رو پیدا کنید و همین دیگه میتونید نصبش کنید روبیکا، یعنی دانلودش کنید. خب به سراغ ویدیو، لیتس گو. خب بچه ها اومدیم سراغ ویدیو. اول به این مپتون رو بسازین که اون مپ بزنید توی کریتیو. این داخل این جایی که هم میبینید رفتین داخلش میین پایین. خب مود وارد میکنیم. بچه وارد مپ شدیم. اینا ایجی بدن داخل زمین میبینید مثلا میتونید بزنیم. اگه روش فشار بدیم این جلو، ولی اگه روش بزنیم میره. حالا من این چی جوری من اینو برداشت که حالا کامنت رو بگید که اگه شما امتحان کردیم ببینید چی جوری میشه برداشت. مپ زیبایی هم. خب میره داخل این و این دوتا رو بعدش هم میاریم اینجا و اینا رو هم برمیداریم. البته فکرم یکیش به درد شما بخوره، ولی باز همه رو برمیداریم که بهتون نشون بدیم چی شد. خب بذار ببینیم. اینجا خوبه. خب اینجا مثلا هرچی بخوام مثلا فیلم بذاره، مثلا میتونید این امرالد و اینا بذاره. مثلا اگه میخوام مثلا میتونید این رو بذاره نشون بدم مثلا بدون مثلا اینجوری هست. مثلا میتونید اینجا خونتون باشه، یا مثلا وقتی با دوستون بازی میکنی اینجا باشم مثلا باشه پناهگاه مثلا طلا و یه چیزایی که دست میاد. خب این یکی رو من بزنم. آها اونجا خوبه. این هم که نه همونه، فکرم از اون کوچیک‌تر باشه. خب اینم از اینم همونه. این از نظرم به درد شما خیلی میخوره. چیز خیلی باحالی هم هست. حالا بذاریم بهتون نشون بدم. خوبه اینا میشه که اینه که مثلا میتونید داخلش چیزایی بذاریم، ولی داخل اون مثلا نمیتونیم مثلا اینجوری. مثلا دیدی که مثلا داخلش مثلا میتونیم بذاریم. حالا بهتون میگم. مثلا روی این فشار میدید، یه دونه رمز بر خودتون میذارین. مثلا من A میذارم، دوباره همون رمز رو میزنید. اوپن یعنی باز شه که کلوزای بسته بشه. این هم یعنی رنگش هم از بشه. مثلا من بذاریم رنگ کن. خب برکو میزنیم. این هم که پایینیشو بزن یعنی که جاش تغییر میکنه. پایینیش هم یعنی که حذف میشه. الان نکنید این یعنی حذف. خب این منظور چی بود که مثلا داخلش به چیز خاصی گذاشت. داخلش چیز خاصی گذاشت. مثلا این داخلش رمزتون رو میذارید. دوباره همون A اوپن رو میذارید که باز. اینجا یه اوپن دیگه هم داره. میایین اینجا مثلا اینجوری داخلش مثلا من دو تا از اینا میدم داخلش. خب
حالا این برای چیه؟ مثلا شما یه جای دوری هستی، مثلا میخوایم بیایم مثلا داخل اینا، میزنی اینجا، مثلا میزنی ای رو وقتی میزنی مثلا ناکن اومده میشه این. یا مثلا اینجا رو میزنی، مثلا میایم این گوشه رو میزنیم، اسم اینم انتخاب میکنیم تو نشون بدم، اینو میزنیم او یه بار دیگه. خیلی زود. خب حالا به اینجا میزنیم او رو میزنیم، ناکننده میاد داخلش که کسی نتونه شما رو بزنه. نمیدونم چیه ولی فکر کنم خب الان این تیروزن بزنین اینجوری میشه. مگه الان این اصلا رمزش رو عوض بکن. آره خب بچه ها این ویدیو رو که الان دیدیم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کانال من دنبال کنید و حتما زنگوله رو بسید در بیارید که من هر وقت ویدیو جدید براتون گذاشتم شما اطلاع پیدا کنید و هر ویدیویی که میخواین رو بگین که توی کامنت ها بهم بگین که من براتون بذارم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.